سلام به همگی. امروز میخوایم بریم سراغ یه گفتگوی فوق‌العاده شنیدنی. یه مکالمه که انگار دو تا دنیای کاملا متفاوت رو توی دل یه شهر یعنی تهران به هم وصل میکنه. این گفتگو خیلی قشنگ روح فرهنگی پایتخت رو به ما نشون میده. خب، بذاریم با شخصیت اول آشنا بشیم. امیر بچه به قول معروف بالا شهره از زعفرانیه، نماینده اون بخش مدرن و شاید بشه گفت مرفه تهرانه. و حالا طرف دیگه ماجرا، نیما از پایین شهر میاد، از عبدالآباد. اونم صدای اون بخش سنتی و پر جنب و جوش جنوب تهرانه. خب، ببینیم قراره از چه زاویه‌هایی به این گفتگو نگاه کنیم. اول از همه میریم سراغ ایده دو تهران یک شهر. بعدش میپردازیم به تفاوت‌های روزمره‌شون مثل لاته در برابر دیزی. موضوع بعدی استایل و جایگاه اجتماعیه و بعد از اون لایک در برابر وفاداری. در ادامه میرسیم به عشق و درگیری و آخر سر هم میبینیم که تهران رویایی از نظر این دو نفر چه شکلیه. خب، بخش اول، دو تهران یک شهر. اینجا همه چیز با یه سوال خیلی ساده شروع میشه. یعنی این کلیشه هایی که راجع به بالا و پایین شهر میشنویم واقعیه یا داستان خیلی عمیق‌تر از این حرف هست؟ امیر بحث رو با یه سوال یه جورایی چالشی شروع میکنه. از نیما میپرسه این حس و حال به اصطلاح اصیل و با مرام بودن بچهای جنوب شهر واقعیه یا همش یه ژسته؟ و دقیقاً همینجاست که موتور بحثشون روشن میشه. حالا بریم سراغ بخش دوم، لاته در برابر دیزی. میدونید گاهی وقتا هیچی مثل مقایسه خرج‌های روزمره نمیتونه تفاوت سبک زندگی‌ها رو نشون بده. اینجا رو ببینید، تضاد واقعاً جالبه. فکرشو بکنین، یه مبلغ ثابت مثلا 400,000 تومان. توی بالا شهر با این پول یه قهوه میخورین، ولی توی پایین شهر با همون پول میتونین یه دیزی حسابی برای 2 نفر سفارش بدین. نیما هم دقیقاً دست میذاره روی همین موضوع. میگه فرقش اینه که شما واسه یه قهوه 400 تومان میدی، ما با همون پول یه دیزی 2 نفره میزنیم با نوشابه و نون اضافه. یعنی خیلی رک و پوستکنده میگه برای ما اصل ماجرا مهمه نه ظاهرش. و این تفاوت فقط توی پول نیست، توی ارزش ها هم هست. مثلا توی بالا شهر شاید اوج احترام این باشه که اسمت رو خوشگل روی فوم لاته بنویسن، ولی تو پایین شهر ارزش اینه که اسمت رو همه محل بشناسن و روت حساب کنن. یه دنیا فرق بین این دوتا، نه؟ خب، بحث از خورد و خوراک میرسه به استایل و تیپ. اینکه لباسی که میپوشیم چقدر میتونه بگه ما کی هستیم و از کجا اومدیم. نگاه کنیم به این مقایسه. برای امیر کفش یعنی چی؟ یعنی نایک برای باشگاه، کفش چرم برای جلسه کاری. همه چیز سر جای خودش. اولویتش اینه که شیک به نظر برسه. خودش میگه نایک مثل کارت ملی ماست. اما برای نیما چی؟ یه کتونی ZX برای همه جا. چرا؟ چون اولویتش راحتیه، برای یه روز کاری سخت. اصلا براش مهم نیست برندش چیه، فقط میخواد پاش راحت باشه. 2 تا نگاه کاملا متفاوت به یه چیز ساده مثل کفش. و خب دلیل این تفاوت تو استایلشون هم روشنه دیگه، برمیگرده به نوع کارشون. کار امیر عمدتاً فکریه، پشت میز و توی جلساته، اما کار نیما بیشتر فیزیکی و نیاز به فعالیت بدنی داره. خب، حالا میرسیم به یه بحث خیلی جالب، دوستی. لایک در برابر وفاداری. ببینیم این دو نگاه متفاوت چیزی مثل رفاقت رو چطوری تعریف میکنن. قبل از اینکه بریم جلو، برای اینکه دیدگاه نیما رو بهتر بفهمیم باید با یک کلمه کلیدی آشنا بشیم: مرام. نیما یه تعریف خیلی ساده و در عین حال عمیق از مرام داره. میگه مرام یعنی اگه رفیقت زمین خورد دستش رو بگیری، نه اینکه استوری بذاری براش. یعنی خیلی واضح میگه مرام یعنی عمل کردن، نه نمایش دادن. اینجا دقیقاً فرقشون مشخص میشه. دوستی از نگاه بالا شهر شاید بیشتر با پست و استوری و حمایت تو شبکه‌های اجتماعی تعریف بشه، اما دوستی به سبک پایین شهر یعنی حضور فیزیکی. یعنی اگه لازم باشه بری پای رفیقت بجنگی. حالا این تفاوت نگاه‌ها رو توی 2 تا از حساس‌ترین بخش‌های زندگی هم می‌بینیم: عشق و دعوا. این الگوها اینجا هم تکرار میشن. مثلا از نظر امیر عشق یه چیز کمیاب و پیچیده است، چون آدما معمولاً نقاب دارن. اما از نظر نیما عشق خیلی ساده و سر راسته، یا آره یا نه، نقابی هم در کار نیست. در مورد دعوا هم همینطوره.
توی بالا شهر شاید یه نبرد نگاه‌ها باشه، ولی توی پایین شهر ممکنه با نگاه شروع بشه، با مشت تموم بشه، ولی جالب اینجاست که تهش خیلی وقتا به رفاقت ختم میشه. خب با همه این تفاوتایی که دیدیم یهو مکالمه چرخش خیلی جالب میکنه. امیر و نیما به یه نقطه مشترک و عمیق میرسن. و اینجاست که به نقطه اوج گفتگو میرسیم. امیر یه حرس خیلی قشنگ میزنه، میگه نیما میدونی چیه؟ من حس میکنم تهش فرقی نداریم، فقط محله هامون فرق داره. انگار تازه متوجه میشه که زیر این همه تفاوت ظاهری اصل داستان یکیه. و نیما هم حرفش رو تایید میکنه و با یه تشبیه فوق‌العاده جواب میده. درست گفتی داداش، تهش ما همه یه درد داریم، فقط لباسش فرق داره. چه جمله عمیقی نه؟ یعنی در نهایت هر دو به یه تصویر مشترک از تهران رویاییشون میرسن. شهری که گرمی و صفای جنوب رو داشته باشه، اما در عین حال نظم و آرامش شمال رو هم کنارش بذاره. یه ترکیب از بهترین‌های هر دو طرف. و این گفتگو ما رو با این سوال تنها میذاره. واقعاً هویت یه شهر رو تفاوت‌هاش میسازه یا اون نقطه‌های مشترکی که آدماش با هم پیدا میکنن؟ شاید هویت واقعی جا نه تو دیوارها، بلکه تو پل‌ها این باشه که بین آدماش ساخته میشه.